خدمتتون عرض کنم که ما یه شب اومدیم اینجا به خاطر شکار. اول انقلاب بود، ما چادر زدیم همینجا کرسی‌ها خوابیدیم، بعد 5-6 نفر بودیم. من ساعتی 3 و اینا بود یهو دیدم یه خبر خیلی وحشتناکی داره میاد. بلند شدم از خواب به حجر محمد گفتم حجر محمد چه خبره؟ ایشون قبلا اومده بود گفت هیچ خبری نیست، اینا صدا قاز و اردک و پرندگانه. گفتم اینقدر؟ گفت آره همینقدر. صبح که بلند شدیم تمامی آب سیاه میزده، قاز و اردک. تقریبا 1-2 سال از انقلاب رفته بود، 1-2 سال. آره یادم بود. آره پرا بود. به قدر قاز و اردک میپرید که همجور هوام سیاه بود، آبم کسی که پیدا نبود. و حالا چی شد؟ خوش. چرا ما باید همه دست به دست هم بذاریم و بی تفاوت باشیم نسبت به زاینده رو؟ ما باید بخوایم کمک مسئولین هم بکنیم، بخوایم تا بلکه انشالله تالاب مثل قبلا پرا بشه، چون بچه های ما نوه‌های ما میخوان زندگی کنن. ریزگرد رو خفه کنیم، واقعا ریزگرد هم تهدید میکنه. متشکرم از شما.